سلام و درود. احوالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستین رو برا باشین. من امیر محمدم و به کانال من خوش اومدید. خب دوستان، امروز میخوام در مورد یه مسئله باهاتون صحبت میکنم تحت عنوان دوران دانشجویی و به طور مشخص در مورد چالش‌های این دوران. اگر که توی تایمی هستی که میخواین دانشجو بشین، دانشجو هستی، به هر حال این ویدیو ممکنه به کارتون بیاد و براتون باحال باشه، به درتون بخوره. میگم حتی اگه دانشجو هم بودین این ممکنه تجدید خاطری براتون به همراه داشته باشه. 10 تا از چالش‌های مهمی که توی دوران دانشجویی بهتون برخورد می‌کنید رو در موردش باهاتون صحبت بکنم. ببخشید من پایین همین الان بگم، اگه نگاه می‌کنم نوشتم مواردی که می‌خوام صحبت بکنم و که یادم نره چی می‌خوام بگم که به درد شما هم کامل بخوره. مورد اولی که می‌خوام در موردش صحبت بکنم چالش زمان هست. ببین شما وقتی دانشجو میشین دیگه مثل سابق نیستش. حالا سابق اگه خب از طریق کنکور وارد دانشگاه بشین، خب قبلا کلی درس خوندین، 7 8 ساعت درس، 12 ساعت طول روز درس خوندین و یه بخشی از روزتون رو در واقع تقسیم می‌کردید به درس و حالا کارهای دیگه که عمومش رو درس تشکیل می‌داده. یا اگر که حالا یه کارهای دیگه می‌کردید و الان دانشجو شدید، این مسئله رو باید بدونید که تو طول روز یه چیزی هولوش بین 0 ساعت تا 12 13 ساعت شما باید اختصاص بدین به همین مسئله درس و دانشگاه و امتحانات. مسئله که هستش اینه که تو طول هفته شما یه سری روزا بیکار ممکنه باشید، یه سری روزا کار داشته باشید. این بستگی به خودتون داره که چجوری حالا انتخابات رو انجام بدید. در مورد اینا خیلی بیشتر صحبت می‌کنم، شفاف می‌کنم. اگر که حالا وارد دانشگاه نشدید بدونید که چیکار بکنید بهتره. چالش شماره 2 مدیریت مالی است. اینکه شما پولی که در دستتون هست، حالا درآمدی که دارید یا اصلا پولی که از خانواده میگیرید به هر حال ماهیانه، اینو چجوری مدیریت بکنید که تا آخر ماه برسه. شما بالاخره یه سری خرجای روتین داری که حالا شامل یه سری چیزای مختلف میشه، مثلا قبض، اجاره خونه، اگه دانشگاه دولتی درس میکنید که یه سری خرجای دیگه دارید، خرج تفریحی هست، خرج لباس، خورد و خوراک بیرونتون هست و اینا رو چجوری بخوای هندل بکنی تا آخر ماه برسونی و حتی اگه بتونی یه پس‌اندازی هم بکنی. چالش سوم تهیه غذا و خورد و خوراک و تغذیه. ببینید شما عموما خب از توی خونه که خانواده بوده، مادر بوده، پدر بوده یا حالا به هر حال یکم شرایط راحت‌تر بوده و عموما یک نفری دیگه کارهای ما رو می‌کرده دیگه، خودمون می‌دونیم. از اون محیط می‌خواید وارد محیطی بشید که همه کارا و تاکید می‌کنم همه کارا به عهده خودتونه. از تهیه غذا و فکر کردن در اینکه چی می‌خوای درست بکنی، شستن ظرف‌ها گرفته تا یه روزایی اصلا حال نداری غذا درست بکنی و اون حوصله‌شو نداری، اصلا وقتشو نداری. می‌دونی چالش بزرگی هستش. این بوده که من خودم انقدر دیگه نمی‌دونستم دیگه غذای تکراری درست کردیم و خیلی بی‌حوصله بودم و حال نداشتم یا خسته بودم یا اصلا وقت نداشتم، مجبور شدیم آقا مثلا یه هفته نیمرو بخوریم هر شب. خب و این شرایط هم هست. برنامه اگه تو مدون بریزید که آقا واقعا بس خورد و خوراک چیکار کنیم. شما وقتی گرسنته دیگه هیچ حالی نیست، فقط می‌خوای چیزی بخوری. چالش شماره 4 فشار درس و امتحانات و استادهای سختگیر عزیز هست. ببین آدم‌ها وقتی دانشجو میشن عموما به 3 تا دسته تقسیم میشن. دسته شماره 1 دانشجوهایی هستن که واقعا اومدن درس بخونن و از این درسی که میخوان بخونن یه نتیجه میگیرن در آینده و به این ایمان دارن، باور دارن تا روز آخر هم قوی تلاش میکنن. دانشجوی دسته دوم دانشجوهایی هستن که فقط میان مدرک بگیرن و اصلا هدفشون نیست که از اون رشته که دارن تحصیل میکنن در آینده به چیزی برسن یا اپروچی داشته باشن. حالا به هر دلیلی اصلا نیازی هم نیست قضاوتشون بکنین. یه دسته هم هستن که ضعیف شروع میکنن و قوی میشن، یا قوی شروع میکنن خسته میشن از پا میافتن و ضعیف میشن. بحثی که ما الان میخوایم بکنیم در مورد دانشجوی دسته اوله. شما علاوه بر اینکه وقت میذارید یه سری کارهای دیگه باید برسید، همه اینا رو هندل می‌کنی، باید یه درس خیلی خوب تحویل بدی. حالا در حد خودت بست تو گذاشته باشی و بهترین نتیجه رو گرفته باشید. چون مخصوصا درس‌های حالا هر رشته خب سختی خودش داره. مثلا من خودم رشته علوم پزشکی دارم درس می‌خونم. این رشته‌ها درس خوندن خب درس‌های سنگینیه، مخصوصا ترمای بالاتر. در واقع این درس‌ها رو جمع بکنی، همون هفته که استاد درس میده رو بخونی درس‌ها رو و امتحانات رو بتونی درست مطالعه بکنی درشون که با نمره بالا نه تنها پاس بشی بلکه با نمره بالا پاس بشی و از پس استادای سختگیر هم بر بیای. چون بعضی استادا واقعا سختگیرن، شما همین راحتی نمیتونی درساشون رو پاس بکنی.
ببخشید. چالش شماره 5 مربوط میشه به کار دانشجویی. بعضی از دانشجوها هستن که مجبورن برن سر کار به خاطر شرایط زندگی که دارن. خب هزینه خیلی بالاه و براشون نمیصرفه که نخوان کار بکنن و واقعا سختی زیادی میکشن. سر این مسئله وسیله این که شما تو چه لولی دانشجو هستی. ببین مثلا یکی تو شهر خودش دانشجوه، خب این از مثلا اگه نخواد بره سر کار حالا اوکی تره تا مثلا کسی که حالا داره یا خارج از کشور درس میکنه یا شهر دورتر داره درس میکنه یا به هر حال از لحاظ مالی اون توانایی نداره که بخواد زندگیش رو به راحتی ساپورت بکنه، مجبوره که بره سر کار و شغل دانشجویی. حالا وقتی این سوال به ذهنت به وجود میاد که آقا الان من باید برم سر کار، دو تا اتفاق میفته. اما اینکه من به شما بگم اینجا اینکه شما فکر کنید من الان برم دیگه پولدار شم فلان شم، این اینجوری نیست. مسیر پولدار شدن مسیر یه شبه نیست، مسیریه که واقعا طول میکشه. شما باید فقط به این طرز فکر اکتفا بکنید که اوکی من الان دانشجوام، بنا به هدف دیگه‌ای اینجا دارم زندگی میکنم، سختی میکشم و تلاش میکنم. حالا در کنار این برای اینکه زندگیم بتونه یکم راحت‌تر از حالت عادی باشه، مجبورم که برم سر کار و یه درآمدی واسه خودم داشته باشم که کمترم به خانواده‌ام فشار بیاد و خودم بتونم راحت‌تر زندگی بکنم. توی این تایم آدم‌ها دو تا دسته میشن. مایندست و طرز فکر شماره 1 اینه که آقا شما بری سمت کارهای، حالا اگر توی ایران هستی که خب هیچ، یعنی میتونی بری یه جایی مشغول به کار بشی. حالا کار رده بالا عموما ممکنه نباشه. اگر تخصصی از قبل یاد گرفتی، مهارتی داری که من در مورد هر کدوم از این چالش‌ها به طور جداگانه مشخصا صحبت خواهم کرد و کامل بررسی خواهم کرد، چون درموشون کلی مطالعه کردم، کلی با آدمای مختلف صحبت کردم، از تجربیات خودم و بقیه استفاده می‌کنم. حتما بهتون میگم که اون چیزی که من بهش رسیدم چیه، نمیگم درسته یا غلط، امیدوارم که به کارتون بیاد. داشتم میگفتم که آدم‌ها اینجا دو دسته میشن، یا اینکه میرن سمت کارهای مثلا روتین و پایه‌ای، یا اینکه نه اصلا میرن توی یه فیلد دیگه. ببین خب این بد نیست، این واقعا بد نیست، خیلی هم اوکیه. و اون شما دانشجویی اصلا به هدف اینکه این کار رو انجام بدی وارد این کار نشید، مثلا گارسون بودن یا اینکه کار توی شیرینی فروشی یا نونوایی، یا نونوایی نه، بیشتر این خارج از کشور نونوایی میشه، ولی کار توی شیرینی فروشی یا اینجور کارها رو میشه انجام داد. یا حتی اگر که توی کشورهایی هستی که میتونی کار قانونی انجام بدی در کنار درسی که میخونی، اونجا کار کردن خب منطقیه. به صرف از شما میری یک تعداد مشخص ساعت در هفته کار می‌کنی، مثلا 30 ساعت در هفته کار نرمالش هست، یعنی 28 تا 30 ساعت کار می‌کنی و یه حقوق حالا اوکی هم دریافت می‌کنی. خب این یه دسته از دانشجویان، یه دسته هستن که به هر حال به هر دلیلی میگن آقا من این کار نمیتونم انجام بدم، یعنی برام اوکی نیست. برای من اوکی ترش این هستش که یه کار دیگه بکنم. که اون کار چیه؟ کارهایی که بیشتر درآمدشون به دلار یا کارهایی که به مهارت بیشتری نیاز داره. شما وقتی میری کارهای بیسیک انجام میدی، مثلا مثل گارسون بودن، خب مهارت خاصی نیاز نداره. ولی وقتی که نیاز داری، اگه بری مثلا یه کاری انجام بدی مثل ترید کردن یا مثلا مثل انجام دادن کارهای دیگه که درآمد دلاری داره، حالا هر چیزی میتونه باشه. و این میشن دسته دوم دانشجوها که اینو باید بدونیم که یا بعد از قبل از اینکه وارد دانشگاه بشین شروع می‌کردیم، یا اینکه همون لحظه که وارد میشین شروع کنیم که موقعی که بالاخره داریم فوق التحصیل میشین سال سوم یا چهارم به درآمد خیلی خوبی تو این زمینه رسیده باشیم. ولی بازم هیچ وقت دیر نیست واسه انجام کاری و شروع یک کاری در واقع. به هر حال میگم خودتون ببینید جزء کدوم دسته. دسته اول نیاز به مهارت خاصی نداره و همون اول به درآمد ثابت میرسید، پیشرفت شغلی زیاد توش نیست. دسته دوم خیلی بیشتر طول می‌کشه که به درآمد برسید، ولی وقتی به درآمد برسید به درآمد میرسید و میتونه حتی کارهای عمری تری باشه. یعنی شما وقتی کار دوم رو انجام میدی، یعنی این کار دسته مهارت یاد گرفتن و رسیدن به درآمد، این میتونه در آینده عمری شما بالاخره به کارتون بیاد دیگه. میگم با زمانی مسئله خیلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. چالش شماره 6 اینکه زندگی خوابگاهی مستقل و تفاوتی که با زندگی سابق شما داشتید که زندگی واسه خودت تشکیل دادی، حالا می‌دونی یکم متفاوته. شما وقتی دانشجو میشی، حالا تو شهر خودتونی، دوباره پیش خانواده زندگی می‌کنی که هیچ. ولی خب خیلی هستن که اصلا شهر خودشون نمیافتن، مثلا جای خیلی دورتر ممکنه هفته‌ها خانواده‌شون نبینن و یا اصلا برن یه کشور دیگه واسه تحصیل که اون دیگه کلا ارتباطت با این دنیایی که توش بودی قطع میشه، وارد یه دنیای جدید میشه. اینکه اصلا شما دوست داری چجوری این در واقع هندل بکنی، دوست داری بری خوابگاه، دوست داری خونه بگیری. البته که هر کدوم هم مزایا و معایب خودش رو داره. چالش شماره 7 رسیدگی به سلامت بدن و تندرستی. داری وارد یه محیط جدید میشی. خب شما یه عمری پیش رو داری. اگه میخوای اون عمری که پیش رو داری خوب بگذرونی،
باید از همین الان یه بیس خوب برای بدنت بچینی، یه استراکچر قوی، اسکلت قوی از بدن خودت بسازی که بدن مشکل بر نخوری، هم از لحاظ عضله‌ای هم از لحاظ منتالی و ذهنی. شما به هر حال شاید ممکنه تا این تایم ورزش نکرده باشی، الان علاوه بر این مسائلی که گفته شد باید اینم توی برنامه باشه. ببین وقتی ورزش میکنی اینجوری بذار بگیم همه جوره از لحاظ ذهنی، شخصیتی، بدنی شرایط برای تو بهتر میشه و متفاوت خواهد. چالش شماره 8 روابط اجتماعی و اون دوستایی که پیدا میکنی. شما قبلا ممکنه توی محیطی باشی که اصلا محیط خیلی بیسیکی بوده، یه سری دوست تیپیکال داشتی، حالا هم کلاسیک بودن یا حالا هم محلی بودن، الان یه وارد محیط جدید میشی، آدم‌های جدید و اون دوستای قبلی ممکنه نباشن. خب شما باید یه دونه کمیونیتی و یه دونه جامعه از دوستان جدید برای خودت بسازی. به نظر من آدم‌ها تقریبا 3 دسته تقسیم میشن، یا سوشالن، خب یعنی یا اینکه مثلا وارد این محیط میشن با همه گرم میگیرن، رفیق میشن، این خب شخصیت خوبی، ویژگی خوبیه به نظر من، چون که توی اون محیطی هم که هستی خیلی راحت‌تر عادت می‌کنی و نیازی به سختی طی کردن اون تایم نداری. ببین شما تو تنهایی خب خیلی سخت‌تر خواهد گذاشت اون تایمی که به هر حال دانشجو هستن. یه اصلا که نه کلا آنتی سوشالن، یعنی اصلا آدم می‌بینن هراس دارن، هراس اجتماعی دارن. این حالت به نظر من اگه خودت باهاش اوکی خب خوبه، ولی اگر می‌بینی که نه، مثلا یه نفر هست علی نامی و این علی آقا با همه داره صحبت میکنه، مثلا عشق میکنه، رفتارش با همه اوکی و همه میشناسنش و اینا و اذیتی و دوست داری مثل اون بشی، یه چالشه دیگه. تو باید اینو حل بکنی، باید به هر حال یه جوری به اون لولی که میخوای برسی. نمیگم خودتون مقایسه بکنی ها، به هیچ وجه، ولی اگه دوست داری که اون دورانی که دانشجویی راحت‌تر رو بگذره، این حالت سوشال بودن و اجتماعی بودن کمکت میکنه که راحت‌تر این دوران رو بگذرونی. البته یک دسته هم هستن آدما که این بینابینن دیگه، یعنی نه آنتی سوشالن نه خیلی تو خودشونن، یه دوستای سلکتیوی دارن، مثلا 2-3 نفر انتخاب میکنن و با همون تا آخرش میرن بالا، که اینم خوبه در مورد خودش، باز از تنهایی بهتره. اینم بگم که شما وقتی وارد دانشگاه میشی توی اکیپی ممکنه بیفتی، خب یعنی اکیپ میشه دانشگاه، سعی کن توی اکیپ‌ها همشون باشی. خب سعی نکن که مثلا یه اکیپ خاص انتخاب کنی بگی آقا مثلا من فقط با اینا میخوام برم بیرون و اینا، چون به هر حال ممکنه اون اکیپ تازه تشکیل شده و شما هم دیگه رو زیاد نمیشناسید، همین به تازگی هم از بین بره. خب امیدوارم اینجوری نشه، ولی سعی کن با همه ارتباط رو حفظ بکنی و توی همه اکیپ‌ها یه دستی داشته باشی. چالش شماره 9 مسئله دوری، تنهایی و دلتنگی است. شما اگه حالا کنار خانوادتی که هیچ، اگر دانشجویی هستی که کنار خانواده‌ات نیستی، بالاجبار یک تایمی رو تنها خواهی بود و این تایمی که تنهایی خیلی من دیدم مثلا پشیمون میشن از کاری که کردن و برمیگردن مثلا تو خانواده یا اصلا نمیتونن درسشون رو بخونن ادامه بدن. شاید یه سری ارتباطات داشته باشه با همون چالش‌های قبلی. اگر آدم وابسته‌ای باشی به شدت این نقطه اذیت خواهی شد، مخصوصا این فکر می‌کنم برای دخترها خب خیلی بیشتره. حالا سعی می‌کنم من با دخترها یه صحبتی بکنم و ویدیوی اونم بذارم براتون. چالش شماره 10 یه چالش باحالیه. چرا؟ این شما توی این تایم علاوه بر همه 9 تا موردی که گفتم و یه سری مواردی که نگفتم، اینا مهمتر بودن، گلچین کردم در واقع اینا رو، آقا شما باید تفریح هم بکنید این وسط. خب یعنی علاوه بر این همه داستانی که هست و مسئله که هست، ما تفریح هم نیاز داریم و این قطعی و حتمیه، چون اگه این کارو نکنید پا در میاریم قطعا بعد یه مدت. و این هم اشتباهه شما مثلا 6 ماه بری درس بخونی و تلاش کنی و کار کنی اینا، بعد بگی که مثلا من 10 روز میخوام برم استراحت. این کار اشتباهه. این بهتره اینه که شما تو طول روز هر روز یه تایم پلنینگ بکنی، برنامه‌ریزی بکنی که به تفریحت هم برسی. اگر آدمی باشی که واقعا اپروچ ذهنیش اینه که مثلا من در آینده رو بر کاری که میخوام بکنم، حالا مثلا یه سری کار دیگه هم میخوام بلد باشم، مثلا مهارت میخوام تو زندگی بلد باشم، دستی داشته باشم توشون، این مسائل بیشتر اذیت میکنه تو این تایم. میگم من این همه داستانی که ما داریم ممکنه به ذهنت برسه که یه کار دیگه هم بخوای علاوه بر تحصیلی که داری میکنی انجام بدی، مثلا یه مهارت جدید یاد بگیری یا اینکه یک بیزینسی برای خودت راه بندازی که بعدها کمکت بکنه. مثلا من برای خودم چند تا کار مختلف دوست داشتم انجام بدم، همیشه این تایم انجام دادن این کارا با توجه به درس سنگینی که داریم برای من چالشه. تا اینجای کار در مورد 10 تا چالش صحبت کردیم. اصلا چرا من اینا رو اومدم گفتم؟ به خاطر اینکه همیشه اگه شما سوالت بدونی چیه، اگه بدونی مشکل داستان چیه، اصلا چرا ما این شرایطو داریم،
خب این نصف مسیر و نصف جواب رو به دست آوردید. این از نصفش از طرف من به شما با توجه به تجربیات خودم خیلی دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم. نصف بقیه‌اش اینه که من توی ویدیوهای مختلف در مورد هر چالش میام یه صحبتی میکنم باهاتون و اینا رو کامل توضیح خواهم داد. از بقیه بچه‌ها کمک میگیرم، اینا رو ترکیب میکنم، یه چیز خیلی جذاب و باحال تحویلتون میدم که اصلا یک کوچولو اگه بتونم که یه نفر رو من از سردرگمی در بیارم توی این تایم دانشجویی، تو کارمو من کردم. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. یه چیزی که می‌خواستم بگم، نکته آخر و طلایی به نظرم، حالا اینو بیشترم باز امروز صحبت می‌کنم باهاتون. هیچ وقت مخصوصا توی این دوران خودتون رو با هیچ کسی مقایسه نکنید. خواهش می‌کنم ازتون. یعنی من اینو الان دارم به شما میگم، خودم هنوز دارم تمرینش می‌کنم. بعد کلی که من سعی کردم این کارو انجام بدم، این سم خالصه. یعنی شما، من الان دانشجویی و جوونی، عموما جوون و دانشجو هستم مخاطب این کسی که داره این ویدیو رو می‌بینه. به قول دکتر هولاکویی توی این تایم آدما کمتر از همیشه دارن و بیشتر از همیشه میخوان. خب این خودش اصلا داستان باعث میشه که تو هی خودت رو با آدمای بزرگتر از خودت مقایسه بکنی، یا حتی کسایی که در سطح تو هن ولی خب تونستن یه سری قدم‌های بهتر و بیشتری بردارن که اصلا به تو ربطی نداره. تو مسیر خودت داری پیش میری. تو سعی بکن هر روز یک قدم نسبت به دیروزت بهتر باشی، جلوتر باشی. همین کارو در میاره. همین باعث میشه که تو پیشرفت کنی اگر هر روز این کارو انجام بدی. این شعار نیست، این واقعیت مسئله است. اینکه شما بشینی خودت رو هی مقایسه بکنی از طریق سوشال مدیا. مثلا من خودم شده بارها تو این حسا انقدر زیاد مثلا گشتیم و آدم هی نگاه میکنه میگه خدا من چرا اونجوری نیستم، من چرا فلان نیستم. در صورتی که شما نباید الان خودت رو با 15 سال آینده خودت مقایسه بکنی که چه جوری خواهد بود، یا 15 سال آینده یه نفر دیگه، یا اصلا کسی که میاد تو سوشال مدیا صحبت میکنه عموما دوست داره بست خودش نشون بده. اینکه شما خودت مقایسه بکنی با این وضعیت آدم‌های دیگه، خب خیلی کار اشتباهیه. اینم از طرف من، برادر کوچیکتون، دوست داشتم بهتون بگم. یه نکته می‌خواستم بگم. من اول ویدیو می‌پرسم احوالتون چطوره. خیلی دوست دارم که باهاتون بیشتر آشنا بشم، بدونم چه کسی هستین، اسمتون چیه، از کجایین، چیکار می‌کنین، تو چه برهه‌ای از زندگیتون هستین، چی دارین می‌خونین، اگه دانشجو هستین، اگه نیستین، تو چه لولی هستین، و خیلی بیشتر با هم ارتباط بگیریم، با هم صحبت بکنیم. من آشنا شدن با آدمای جدید رو خیلی دوست دارم و خیلی استقبال میکنم از این مسئله. اگر این ویدیو براتون جالب بود حتما لایک و سابسکرایب رو بکنید که حمایت بکنید از من، بتونم بیشتر این کارو انجام بدم، هرچند که واقعا با علاقه خودم دارم این کارو میکنم. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم، اینستاگرام منم اگه بتونید فالو بکنید خوشحال میشم. اونجا بیشتر میتونم باهاتون صحبت بکنم تا از طریق استوری و دایرکت مسیج، که این مسیر بره جلو دیگه. ان شاءالله که کامیونیتی خوب با هم دیگه بسازیم و همه عشق و حال و اهل دل. این ویدیو فکر کنم یکم چیز شد، جدی شد، یکم رسمی شد، ولی خب اینجوری نخواهد بود. خودم دوست ندارم اینجوری باشه، ولی خب این ویدیو اول بود یکم هیجان داشتم و اینا. در هر حال اگه بدی داشته ببخشید و ارادت. به امید دیدار.